بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز همراه شما درباره یکی از امهات المؤمنین صفیه دختر حیی صحبت میکنیم. زنی که با سرگذشت خود به یکایک ما اثبات میکنند که گذشته ها خواه و ناخواه کار خود را میکند و هرچی گوییم هم که گذشت دیگر نمی آید، ولی در جای و خاطر ما می آورند و ما را خاطر رسان می کنند که تو زمان چنین بودی. بیایید با این زن شناس شویم و ببینیم که در زندگی خود به کجاها رفته رسیدن و چگونه توانستند از یک یهودی زن، از یک زنی که سردار یهودی خیبر است، به امهات المؤمنین تبدیل گردند. صفیه دختر حیی از قبیله خیبر می باشند و خیبر در آن زمان از بزرگترین شهرها گویم هم می شود. از بزرگترین شهرهای یهود نشین بود و رئیس این قبیله، سردار یهودهای خیبر، حیی پسر اخطب بود که پدری صفیه می باشد. و صفیه پیش از اینکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کنند، با کنانه نام شاعری که او هم یکی از شاعرهای مشهور بود و هم از مردهای خیلی آبرومند یهود بود، ازدواج کرده بود. و همین طور شما الکی می توانید درک کنید که زندگی یا گفتیم قصه پیش از ازدواج با پیامبر صفیه از دیگر همسران پیامبر فرق میکند. و اگر دیگر همسران پیامبر یا مسلمان بودند یا اینکه از قبیله های مشرک بودند، لیکن صفیه از یهود بودند، یعنی اصلشان قبیله یهود بود. اکنون بیاید ببینیم که چگونه این زن که از قبیله یهود و سردار یهود پدری او می باشد، همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم گشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت سال 6 هجری صلح حدیبیه را امضا میکنند و همراه مسلمان ها تقریبا 1400 نفر نمی توانند داخل مکه شوند و به مدینه برمیگردند. در اطراف مدینه شایعه می شود که پیامبر گویا از روی ناتوانی، از روی اینکه قوتی کم داشتند، نتوانستند عمره کنند و نتوانستند به وطن خود داخل شوند و این شایعه زود در همه جا پهن می شود. و اول شده یهودها که از اول دشمن مسلمان ها و دشمن پیامبر هستند، میگویند بیایید این فرصت رو غنیمت دانیم و به مدینه حمله کنیم. از جمله یهودهایی که در خیبر بودند با همین سرداری حیی پسر اخطب که پدر صفیه می باشد. اینها میگویند وقتی که پیامبر و اصحاب پیامبر با آن غم و اندوه به فکر آنها یگان خیلی یعنی صلح نشده بود و خیلی غمگین برگشته بودند، همین گونه برگشتند، بیایید آنها را ما غافلگیر میکنیم و به مدینه هجوم میکنیم. این خبر به گوش پیامبر می آید و پیامبر این خبر را بررسی میکنند و 100% اطمینان پیدا میکنند که این یک شایعه عادی نیست. در حقیقت یهود خیبر میخواهند به مدینه حمله کنند. سپس اصحاب خود را به اطرافشان جمع میکنند، علل خصوص همون 1400 نفری که همراه پیامبر در صلح حدیبیه اشتراک کردن یا گفتیم از اصحاب شجره که قصهشان دیگر است، انشالله در وقت دیگر با هم صحبت میکنیم. و آنها میگویند همراه من شما بیایید برخیزید، پیش از آن که یهود خیبر به ما حمله کند ما به آنها حمله میکنیم. همین گونه اتفاق میکنند و در سال 7 هجری تقریبا پس از 3 ماهی از صلح حدیبیه برگشتند، راه سپار می شوند به سوی خیبر و خیبر از مدینه تقریبا 175 کیلومتر دورتر است، یعنی مسافه خیلی نزدیک نیست. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرف خیبر
راهسپار می شوند و وقتی به خیبر می رسند که خیلی زمینی وسیع و خرمازار و یک جایی مثل بهشت بود، و اصحابشان می گویند الان شب است، ما صبح به آنها هجوم می کنیم. و این عادت پیامبر بود که هر وقتی که به جای هجوم می کردن در صبح پس از بامداد در تاریکی هجوم میکردند که یک و یک بار دشمن غافلگیر میشد و همین گونه یک شب در آنجا انتظار میشوند. صبح زود پس از نماز بامداد همگی به خیبر هجوم میکنند و یهودهای خیبر خبر هم نداشتند که پیامبر این گونه غافلگیرانه به نزد آنها میآیند. از دور میبینند که در صبح پیامبر آمده ایستادند، محمد با لشکرش آمدگویان همشان به قلعه ها میگریزند که در آن زمان در قلعه زندگی میکردند، علل خصوص یهودها. پیامبر قلعه آنها را محاصره میکنند و در وقت محاصره یک جنگ زد و خورد میشود. در این زد و خوردها هم پدری صفیه حیی که سردار قوم بود و هم همسرشان کنانه وفات میکند. هر دوی اینها در جنگ میمیرد و پیامبر تمامی خیبر را از آن خود میکنند و یک چند نفر را اسیر میگیرند و همگان میدونیم که در آن زمان وقتی دو طرف با هم هجوم میکرد و جنگ میشد، هر کسی که غالب می آمد از آن طرف را به اسیر میگرفت. همین طور پیامبر هم یک چند نفرها از آنها اسیر میگیرند و یهود خیبر به پیامبر میگویند شما در زمین ما کار کرده نمیتوانید، طرز دهقانی ما را شما نمیدانید، برای همین به ما فرصت بدهید ما در همین زمین خودمان کار کنیم و 50 و 50 هر حاصلی که از زمین ما چه از خرما و چه از دیگر سبزوات ها می شود بین هم تقسیم میکنیم. پیامبر همین گونه با آنها اتفاق نامه میبندند که شما در همین شهرتان زندگی را دوام میدهید، کار میکنید و هر حاصلی که از زمین که این زمین دیگر از آن مسلمان ها هست آمد بین ما و شما 50 به 50 هست. و همین گونه پیامبر در این جنگ غالب می شوند و صفیه هم به دست مسلمان ها اسیر می افتند. اما چه اسارتی! تصور کنید یک زنی که شوهر شاعر داشت، برومند داشت، خودش 17 ساله بود، یعنی صفیه در این وقت 17 ساله بودند و پدرش سردار قبیله بود، در این جنگ وفات کرد و خودش به اسارت افتید و اسارت یعنی به اسیری می افتند. اون هم به اسارت یکی از مسلمان ها صحابی که نامشون دحیه کلبی هست رضی الله عنه. بعد که این صحابی میفهمند که این صفیه یک زنی عادی نیست، این دختری رئیس یهودها هست، میگویند من به پیامبر میگویم که پیامبر الله شما صفیه را همچون کنیز بگیرید و من لایق نیست که دختری رئیس قوم را بگیرم در حالی که شما اینجا هستید. سپس پیامبر صفیه را همچون کنیز میگیرند. اما این اخلاق پیامبر بود که هرگز به دختران رئیس ها یا به دخترانی که پدرشان خیلی انسان های آبرومند است همچون کنیز معامله نکنند. همین گونه راه سپار می شوند به سوی مدینه و در راه وقتی کمی از خیبر دور می شوند و علاکه یک چند روز می گذرد، پیامبر به صفیه پیشکش می کنند که اگر خواستی می توانی با من ازدواج کنی. صفیه میگن من اصلا با شما ازدواج نمی کنم و میدونید که در اینجا قصه خود صفیه هست که خود صفیه میگن خیلی پیامبر رو بد دیده بودم از اینکه اون چیزی که به سر من و به سر قومم و به سر قبیله و یعنی عموما اولاد من آمده بود. سپس بار دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صفیه ما خود از خود به خیبر هجوم نکردیم، خبری این که پدری تو همراه یهودهای دیگر و مشرکان اطراف جمع می شوند و به مدینه هجوم می کنند و ما را نابود می کنند به ما رسید و ما پیگیری کردیم و در حقیقت اگر من به خیبر نمی آمدم این پدر تو بود که می رفت و تماما مدینه رو خراب می کرد و تنها خودش نه با مشرکان اطراف. برای همین هرگز گمان نکن که ما از پیش خود آمدیم و شمایان رو تماما نابود کردیم و به اسارت گرفتیم، از اینکه از خود دفاع کنیم و به شما هجوم کردیم. سپس همین گونه پیامبر تمام سبب هایی که به خیبر هجوم کردن میگویند، اما باز چیزی دیگر هم میگویند اکنون برای تو من کاملا قصه را فهمانیدم، اگر خواستی به خیبر برگرد، تو آزادی، برو همراه
خیش و تبارت، یعنی بقایایی که در خیبر الان هستند و در آنجا زندگی خود را دوام میدهند، همراه آنها زندگی کن، تو آزادی. اگر خواستی همسر من شو، از مادران مؤمنان شو، خودت را نجات ده و همراه من در دنیا باش و در آخرت. البته بعد از این صفیه این رو میشنوند و میگویند به الله قسم وقتی پیامبر به نزدم در آمدند، این بار هم از انسان‌هایی بودند که در روی زمین از ایشان بدتر نفری به من نبود. اما بعد از اینکه با من صحبت کردند، ملاطفت کردند، با اون آداب و با اون اخلاق، با اون پیشنهاد که خواستی آزادی، خواستی همسری من شو و نجات یاب، من گفتم نه، من پیامبر و الله را، یعنی الله و رسولش را انتخاب کردم، من را به خیبر نفرستید، من همسری شما شدن میخواهم. همین گونه پیامبر چون عده صفیه 1 ماه بود و گذشته بود، در این وقت در راه با ایشان ازدواج میکنند و خیلی ازدواج با برکت بود که حضرت انس ابن مالک میگویند پیامبر خوراکی را آماده کردند و همه را صدا کردیم که بیایید امروز عروسی پیامبر است. و هرگز پیامبر با یگان زن پنهانی در جای ازدواج نمیکردند. با هر زنی که ازدواج میکردند به مردم اعلان میکردند، به مردم خوراک میدادند، مردم درک میکردند که اینجا توی برپا شد. بعد از این حضرت انس، حدیث در بخاری است، میگویند وقتی صفیه به شتر سوار میشد، پیامبر زانویشان را به زمین میماندند. این احترام پیامبر به صفیه بود که صفیه پایهایشان را بالای زانوی پیامبر مانده، سپس به شتر سوار میشدند. و این چنین پیامبر با لباسی که در کتف خودشان بود، صفیه رو هم با آن پنهان کرده بودند که این یک مهربانی و محبت پیامبر به صفیه بود. البته وقتی این گونه مهر و محبت ها زیاد می شود و یک انسان دیگر زنهای دیگر دارد، خواه و نخواه در آنجا رشک می شود و اون رشک یا گفتیم اون غیرت های زنانه که در تمام بنی آدم وجود دارد. با همین پیامبر با این ازدواج مبارک، با اینکه صفیه از یهودی به اسلام گرویدن، مسلمان شدن، اون هم مادر مؤمنان شدن، به مدینه برمیگردن. و وقتی به مدینه برمیگردن، صفیه میگویند من باید هم با همسران پیامبر هم با اهل بیت پیامبر معامله خوب داشته باشم. صفیه الکی درک کرده بودند که زندگی ایشان مثل زندگی دیگر همسران پیامبر نه. اگر زینب پیشتر مسلمان بودن، حفصه پیشتر مسلمان بودن، دیگر همسران پیامبر پیشتر مسلمان بودند، صفیه یهودی زن بودند، بعدا مسلمان شدند. برای همین اول شده گردنبند طلای خود را به حضرت فاطمه تحفه میکنند. باز دیگر طلاواری هایی که داشتند که خیلی ثروتمند بودند به دیگر همسران پیامبر هدیه میکنند. ولی مشکلی در این است که خواه و ناخواه بعضی طعنه ها را میشنیدند. حتی بار پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد صفیه می آیند، میبینند که صفیه خیلی گریه دارند. پیامبر میگویند چی شد که گریه میکنی؟ صفیه میگویند حفصه یعنی همسر شما مرا طعنه کرد که تو کی هستی؟ تو یک یهودی زن هستی، پدری تو، اصل نسب تو یهودی هست، که در حقیقت پیامبر الله من مثل آنها نیستم، من پدر و مادر مسلمان ندارم، من در حقیقت از قبیله یهود هستم که این مرا خیلی غمگین میسازد. پیامبر بعد از این اشکهای صفیه رو با دستانشان پاک میکنند و میگویند نه، در این وقت تو نباید گریه کنی، برعکس با خود ببال، فخر کنان به حفصه بگو که حفصه اگر تو مسلمانی عادی باشی، من پدرم هارون است، عمکم یا عمویم باشد موسی است، شوهر من محمد است، من نسبم به 3 پیامبر میرسد. برای آن که صفیه قبیله اشان یعنی قبیله یهود خیبر به حضرت هارون میرسد، رفته میرسد قبیله به قبیله. برای همین پیامبر اینجا میگن تو اصلت از هارون است، هارون باشد برادرش موسی است، تو عمکت موسی و پدرت هارون و شوهرت محمد، از چی باید این گونه غمگین باشی؟ که با این گپی خود خیلی صفیه را تسلی میدهند. سپس پیامبر به حفصه میگویند حفصه اتق الله، از الله بترس، دیگر این گونه او را طعنه نکن. همین گونه بار دیگر هم در وقت حج بود، وقتی شتر صفیه
دیگر پایهایش معیوب می شود، مجروح می شود و صفیه به شتر می مانند. پیامبر به زینب دختر جحش، با اینکه زینب قوامه و صوامه بودن، یعنی دائمی روزه‌دار و دائمی شبها نماز خوان بودند، خواه و ناخواه هر چی باشد هم آدمیزاد یک خطاگی در زبانش یا دیگر کارهایش دارد که این دیگر از خصلت آدمیزاد است. وقتی پیامبر میگویند زینب تو می توانی به شتر صفیه رو گیری که صفیه دیگر شتر ندارد، زینب میگویند اوره یهودی بیچاره رو به شتر میگیرم، یعنی با همین معنا گپ میزنند. بعد از این پیامبر اینقدر به غضب می آیند که تو صفیه رو طعنه زدی، در حالی که او مسلمان شد، خوب هم مسلمان شد. 3 ماه کامل با زینب صحبت نمی کنند تا اینکه چندین بار در این 3 ماه طلبی بخشش می کنند و بعد از این پیامبر زینب را می بخشند. و باری هم در این مسئله ببینید یکی از این زن خواه و ناخواه صفیه بیچاره طعنه میشنیدن، اما آنها هم مادران مومنان هستند، آنها هم مبشر بالجنت هستند، ولی اهل جنت هم گاهی می شود که از ایشان یعنی در دنیا بعضی خطاگی ها سر میزند. و در ما حدیث در بخاری هست حضرت صفیه اینقدر پیامبر را دوست می داشتند و احترامش را می کردند که بار پیامبر وقتی در اعتکاف بودند در مسجد، نصفه شب صفیه به دیدار پیامبر می آیند، به مسجد می آیند که خانهشون کمی از مسجد دورترک بود، همراه پیامبر می نشینند، صحبت می کنند در مسجد. بعد از این می گویند الان باشد من باید بروم پیامبر الان شما در مسجد اعتکاف و عبادت را دوام دید. پیامبر می گویند من تو را باید غسل کنم، یعنی در نصفه شب تنها نباید بروی. اینجا ببینید که هرگز پیامبر نمیگن چرا اومدی. یعنی بعضی از مردها هستند که حتی در روز یا در یک وقتی همسرشون زنگ زد که حالتون چیست، میگه چرا زنگ میزنی، چرا از من میپرسی، وقتم رو گرفتی. این عموما بی‌حرمتی نسبت زن است، در حالی که در اعتکاف نزدیکی زن و شوهر حرام است، یعنی از روی نزدیکی فیزیکی اگر صحبت کردن و این چیزها باکی ندارد، مقصد من جماع است. پیامبر وقتی صفیه می اویند هرگز نمیگن که چرا اومدی اینجا، یعنی در مسجد مردها هست چرا اینجا اومدی، نمیگویند. برعکس همراه صفیه صحبت میکنند، می نشینند، بعدا میگن الان نه خودت نره من تو رو غسل میکنم، در حالی که بدون ضرورت از مسجد خارج شدن برای یک مرد که در اعتکاف است جایز نیست. همین گونه پیامبر صفیه را تو خانه میرسانند، در راه 2 نفر را میبینند که اینها را میبینند و میگذرند. پیامبر میگویند هی شما 2 نفر، این صفیه همسر من است. آنها میگویند پیامبری الان ما چیزی نگفتیم. پیامبر میگویند شاید شیطان به شما گمانهای بد بیاورد که شیطان در خون انسان میچرخد، خواه و ناخواه گمانی بد می آید. با گمان نکنید که من با یگان زنی بیگانه در این نصفه شب هستم، این صفیه همسر خودم هست. همین گونه پیامبر اگرچه صفیه زنی یهودی بودن اما اسلام آوردن، خیلی یک محبت صمیمانه با صفیه داشتن که در وقت حج هم میبینید که وقتی من حج شدم گویان گریه میکنن، پیامبر خودشون آبهای چشم صفیه رو دوباره پاک میکنن، از چهرهشون رو میگن چرا گریه میکنی، در حالی که این یعنی حج شوی تو به دست تو نیست، این بیماری هست که الله به دختران آدم نوشته است. همین گونه همراه پیامبر زندگی با برکت داشتن، خیلی با محبت و با صمیمیت و با عبادت های خود قلب پیامبر را کسب کرده بودند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی بیمار می شوند، آن هم بیماری مرگ، همسران پیامبر در اطراف پیامبر بودند که در این روزهای واپسین در نزدشان باشیم. صفیه به نزد پیامبر می آیند و می گویند پیامبر الله کاش این بیماری ها رو من می کشیدم، کاش من در بستر مرگ بودم، من به جای شما می مردم اما شما زنده می ماندید، چقدر شما به امت لازم هستید، من می خواهم در جای شما باشم، شما باشید در جای من زنده و سلامت و عموما دور از این درد و رنج ها باشید. پیامبر وقتی این را از صفیه می شنوند و به صفیه نگاه می کنند، همسران پیامبر کمی با چشم های یعنی تمسخر گفتیم یا گفتیم گویا که این دروغ گفته ایستاده است، به یکدیگر نگاه میکنند که یعنی صفیه الان خودش را خوب نشان داده ایستاده است. بعد از این پیامبر به همسرانشان نگاه کرده میگویند الان با چشمان خود چه اشاره میکنید؟ به الله قسم صفیه راست میگوید. یعنی صفیه الان وقتی میگوید من میخوام به جای شما بیمار باشم، من میخوام به جای شما در بستر مرگ باشم، او راست میگوید. او هرگز این گپ را برای خود را به من خوش کردن و خوب کردن نمیگوید که این شهادت پیامبر و ایمان صادق حضرت صفیه بود. همین گونه پیامبر وفات میکنند
ولی باز کم طعنه و کم تهمت ها از صفیه بیچاره کنده نمی شود. در زمان خلافت عمر یکی از کنیزکان صفیه و عمر اومده میگویند میدونید این صفیه یعنی همسر پیامبر با یهودها رفت و آمد دارد. روزهای شنبه مثل روزهای جمعه عبادتهایش زیاد است، برای اینکه یهودها روز شنبه روز عیدشان هست، روز زیاد عبادت کردنشان هست. این همین گونه انسان است. بعد از این حضرت عمر با اینکه خلیفه بودن صفیه رو جیغ میزنن رضی الله عنهم اجمعین و میگویند مادر مومنان صفیه مادر من، به من خبر رسید که تو با یهودها زیاد رفت و آمد داشته ای، باز روز شنبه زیادتر عبادت میکرده ای، یعنی مثل یهودها. صفیه میگویند اما بعد خلیفه عمر خطاب، من با یهودها رفت و آمد میکنم چون آنها خویش و تبار من هستند. در اسلام صله رحم اگر خویش و تبار تو مشرک باشد هم فرض می باشد. من با اینکه یهود هستم نه، با اینکه در اونجا خویش و تبار من از خاله من از عمک من از خویش و تبارم هست که در زمان پیامبر هم این چیز بود، من برای همین با آنها رفت و آمد میکنم که این رو اسلام میفرماید. اما درباره عبادت روز شنبه و الله قسم از روزی که مسلمان شدم من فقط روز جمعه رو گرامی میدانم، روز جمعه عبادت های زیاد میکنم، اما شنبه رو نه. کسی که این رو گفته است این تهمت است. سپس صفیه میفهمند که این را یک کنیزشان گفته است و آن کنیز خود آمده میگویند تو رفتی این چیزها رو خبر دادی، یعنی این چیز نه، این تهمت ها رو تو رفتی و به خلیفه گفتی. او میگوید ببخشید آره من کردم، من گفتم. صفیه میگویند الان از من انتظار استی که من تو را جزا دهم، اما من تو را جزا نمیدهم. من از جمله والعافین عن الناس هستم، از جمله نفرانی که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس غضب‌های خود را فرو میبرند و مردم را میبخشند. من تو را بخشیدم، تو را آزاد کردم، یعنی بجای او را جزا دادن و او مکافات میدهند. میگویند تو به خاطر الله آزادی از اینکه مرا تهمت کردی، من نمیخوام تو را جزا بدهم. با این مشقت ها، با بعض طعنه ها، با بعضی از گذشته های تلخ، صفیه مادرمان زندگی کردند و تقریبا خطا نکنم سال 50 هجری وفات میکنند در زمان خلافت حضرت معاویه و یگان فرزندی نه از پیامبر داشتند نه از همسر پیشترشان کنانه، ولی هرچی بود زنی بودند که پروردگار با نظری لطف و مرحمتش به ایشان نگاه کرده بود که این گونه در کنار پیامبر همچون همسر محبوبه پیامبر قصه هایی که همراه صحبت صفیه و پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و ما شهادتی بر علا می‌دهد که زندگی اینها پر از مهر و محبت بود. این بود قصه امروزه من همراه شما خواهران عزیز. انشالله که از این قصه ها برای زندگی خود عبرت بگیریم و بدانیم که هر کی باشیم هم در کجا نباشیم هم خواه و نخواه بار ما طعنه میشنویم، بار ما تهمت میشنویم، ولی باید صبر کرد و از الله اجر این صبر خود را انتظار شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.